اگر شما در کشور زیستتان برای وارد شدن به بعضی سامانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و تماشای نوارها از پایگاه‌های ویدیو مشکل دارید، پس باید از VPN یعنی فیلتر شکن یا خود شبکه خصوصی مجازی استفاده برید. از این راه برای خود VPN خوب انتخاب کنید. اولا باید ببینید که تامین کننده VPN برای حفظ معلومات از پروتکل‌های قدرتمند رمزگذاری کار می‌گیرد. سپس تامین کننده VPN باید وعده بدهد که سیاست نو لوگز پالیسی را عملی می‌کند، یعنی معلومات درباره سایت‌های زیارت کرده شما را در جای حفظ نخواهد کرد. همزمان باید ببینید که تامین کننده شبکه مجازی خصوصی دومین نیم سیستم لیک پروتکشن دارد، یعنی کفالت می‌دهد که نام شما آشکار نخواهد شد. VPN خدمت پولکی است، یعنی تامین کننده میتواند معلومات درباره شما را با هدف ترغیب و رکلام استفاده برد. با آن اهمیت بدهید که تامین کننده VPN در کدام کشور است. کشورهای اتحادیه اروپا و کانادا حفظ معلومات درباره مشتری را جداً پیگیری میکنند. همچنان باید دید که آیا طرف سوم اجرای سیاست‌های تامین کننده شبکه مجازی خصوصی را نظارت میکند یا نه. میتوانید از آدمان آگاه هم درباره VPN معلوماتی مفید به دست آورید. تنها از منبع‌های قابل اعتماد VPN بگیرید و بالاخره انتخاب را محدود نکنید و اگر کار یک شبکه مجازی خصوصی با مشکل مواجه شد، شما امکان داشته باشید که به شبکه یا خود VPN دیگر پیوست شوید. راه دیگری دسترسی به برنامه‌های ما نصب کردن اپ رادیو آزادی است که خود VPN دارد. همچنین برنامه‌های ما را در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام نیز به آسانی می‌توانید تماشا کنید.